در اوایل آگوست 2026 اپل تلگرام رو برای مدت کوتاهی از اپ استور حذف کرد. نکته عجیب این بود که این اتفاق در مقیاس جهانی رخ داد و کاربران فعلی همچنان میتونستن از نسخه نصب شده تلگرام استفاده کنند. اپل بعداً توضیح داد که در بررسی خودش محتوایی در یک گروه عمومی تلگرام پیدا شده که قوانین سختگیرانه اپل درباره محتوای سوء استفاده جنسی از کودکان رو نقض می‌کرد. بعد از اینکه تلگرام محتوای مورد نظر رو حذف کرد و کاربر مسئول رو مسدود کرد، برنامه دوباره به اپ استور برگشت. اینجا داستان جالب میشه. پاول دوروف گفت ماجرا از یک کاربر معمولی شروع نشده. به گفته دوروف، یک فرد قصد داشته از سیستم گزارش‌دهی اپل سوء استفاده کنه و تلگرام رو تحت فشار قرار بده. این فرد ظاهراً یک پیام قدیمی در یک گروه عمومی رو دستکاری کرده و محتوای غیرقانونی تولید شده یا تغییر یافته با AI رو داخل اون قرار داده. نکته عجیب این بوده که پیام قدیمی به شکلی دستکاری شده بود که کاربران عادی گروه لزوما متوجه تغییرش نمی شدن. بعد طبق ادعای دوروف، فرد مورد نظر اون محتوا رو به اپل گزارش کرده تا باعث حذف گروه یا حتی خود تلگرام از اپ استور بشه. دوروف میگه این فرد در واقع از روشی استفاده کرده که بهش باجگیری برای حذف محتوا گفته میشه. یعنی چی؟ فرض کن صاحب یک کانال یا گروه بزرگ هستی. یک نفر عمدن محتوای ممنوعه رو وارد جامعه تو میکنه. بعد خودش اون رو گزارش میده و بهت میگه پول بده تا کاری کنم این اتفاق نیفته. اگر پول ندی ممکنه دوباره همین کار رو انجام بده و باعث دردسر برای گروه یا حتی پلتفرم بشه. طبق توضیح دوروف، مهاجم تلاش کرده از همین روش علیه تلگرام استفاده کنه. در نهایت تلگرام دوباره به اپ استور برگشت و این ماجرا فعلا تموم شده. اما چیزی که این اتفاق نشون میده اینه که در دنیای امروز حتی یک پیام دستکاری شده میتونه تبدیل به یک بحران بزرگ برای یک شرکت میلیارد دلاری بشه. حالا نظر شما چیه؟ ممنون میشم برام توی کامنت ها بنویسید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.